سلام علیکم، چطورین بچه ها؟ امیدوارم حال دلتون عالی باشه و سالم و سلامت باشین و تو مسیر سلامتی، حال خوب و عشق به بدنتون باشید. مرسی که هستین، مرسی که اینجایین. امروز قراره فول بادی کار بکنیم، یک تمرین مناسب برای روزانه، حالا هر تایمی که دلتون بخواد، صبح، شب، عشقتون کشید، بدون هیچ محدودیتی میتونید انجام بدین. چه 10 دقیقه شد، چه 20 دقیقه شد، شاید فکر کنید کم باشه و نتیجه بخش نباشه، ولی تمرین با کیفیت اما کوتاه میتونه به شدت موثر باشه. اینو دیگه بسپارید به هوشمندی بدنتون و کار بدنتون خودش کارشو بلده. مثل همیشه از تمرینات تنفسی شروع میکنیم. ازتون میخوام که یه مت یا یه پتویی که دارید رو بندازید و روش بشینید طمأنینه. شونه هاتون لخت و آرومه. بدنتون رو ریلکس بکنید. ببینید کجا از بدنتون منقبض و سفت هستش، رهاش بکنید. اگر شکمتونه، اگر قفسه سینه‌تونه، بدنتون رو ریلکس بکن. بمون تو این لحظه، خودتو تو این لحظه پیدا کن. ستون فقرات صاف، آماده دریافتی. همین که چشمات بسته است، آروم ازت میخوام توجهت رو بیاری روی نفس. قرار پر بشی از نفس، خودت رو دعوت کنی به نفس. دم بگیر عمیق، ازت میخوام عمیق دم بگیری. مکس بازدم طولانی، دهن باز. اگر میتونی با یک صدا همراه باشه. بریم با هم دیگه یک بار دیگه دم عمیق. مکس بازدم طولانی. با هر دم پرشو از انرژی، پرشو از عشق، پرشو از انرژی زندگی و با هر بازدم رهاشو از کرختی ها، خستگی های روزمره، استرس، نگرانی، برنامه ریزی. یک بار دیگه دم بگیر. بازدم طولانی. همراه با من شو، جوری که دارم بهت میگم. 4 ثانیه دم میگیری، 7 ثانیه نفست رو نگه میداری، حبس میکنی و 8 ثانیه بازدم. بریم با هم دیگه. 4 ثانیه دم بگیر، 7 ثانیه نگه دار و 8 ثانیه باز. یک بار دیگه تکرار میکنیم. 4 ثانیه دم، 7 ثانیه مکس و 8 ثانیه بازدم. عالیه. بازدم از دهان. آخرین تکرار. تمرکزت رو بیار روی نفست، روی سردی دم و گرمای بازدم. یک بار دیگه عمیق شو، دم بگیر. 4 ثانیه مکس، 7 ثانیه و بازدم طولانی 8 ثانیه. بدنت رو ببین که آرومتر شده. بدنت رو حس کن، بدنت رو ریلکس بکن. میخوام برگردی به جریان معمولی نفس، جریان عادی نفس. خودت رو دعوت کن به یک تمرین. از خودت ممنون باش که اینجایی برای مراقبت کردن از بدنت. با من تکرار کن. ازت ممنونم که مراقبمی، کنارمی، واسه مراقبت کردن از من قدم برمیداری، واسه هم ارزشمنده. دوست دارم این حرفا رو به خودت بزنی. ازت ممنونم که کنارمی.
و برای مراقبت کردن از من تلاش میکنی، هستی. دم عمیق. با بازدم میریم برای شروع تمرینات امروز. ازت میخوام که تو همین موقعیت که نشستی پرانایاما میخوایم تمرین بکنیم، به همین شکل دارم بهت میگم، خوب توجه کن. دم میگیری، دستا مچ میشه، میاری بالا. بازدم، دستا رو میاری پایین، دستا باز میشه. ببین دم، دستا مچ میشه میره بالا. بازدم، دستا باز میشه میاد پایین. حواست باشه که کج نباشی. میدونم شاید سخت باشه، شاید انعطافت اونقدر خوب نباشه که ستون فقرات مداوم صاف باشه و احساس درد توی پایین کمرت داشته باشی. کاملا طبیعیه. اگر میتونی برو به یه دیوار تکیه بده. یه جایی رو پیدا کن که تکیه بدی و پشتت یک پوسن یا بالشت بذار یا پتو یا مت ضربه‌گیر باشه یا یه پتوی گلبافت خوب پهن کن اگر نداری که ضربه رو بگیره. خب که حالت بدنت تو حالت راحتی باشه. خب با هم بریم. دم، دستات مچ میشه میاری بالا. بازدم، دستات باز میشه میاری پایین. به همیشه قفسه سینه بازه، قلبت بازه و آماده انجام تمریناتی با هم دیگه. بریم. دم، بازدم از دهان قشنگ بازدم رو رها کن، یعنی نفس رو بده بیرون. باشه؟ یک بار دیگه. 5 4 3 2 1. عالیه. بیار پایین. یک بار دیگه. 5 4 3 2 و 1. عالیه. دستات رو بذار روی زانوهات. بمون تو این لحظه. ازت میخوام که دم بگیری. حالا حرکت رو میخوایم عوض بکنیم. دم، قفسه سینه باز، دستا رو به سمت عقب هدایت میکنی. بازدم، دستا میاد جلو به این شکل. ببین دم، قلبت باز، قفسه سینه باز، بازدم به سمت جلو میکشی. بریم با هم دیگه انجام میدیم. دم، بازدم، دستاتو میاری جلو، انگار داری یه جا رو هول میدی. میاد جلو. بازدم ها، حواست باشه. 4 3 2 و 1. عالیه. ازت میخوام که دستات رو به کنارت قرار بدی. 90 درجهش. حالا 90 درجه هم نباشه اشکالی نداره، مثلا اینجوری نباشه که فکر کنی اشتباه انجام دادی. ولی حالت 90 درجه است. دستات به این شکل هر دو طرف قفسه سینه بازه، به هم نزدیک میکنیم، از هم دور میکنیم. اوکی؟ حواست باشه. دم، وقتی بدن باز میشه بازدم، وقتی بدن بسته میشه دم. اوکی؟ 5 4 3 2 1. عالیه. حالا ازت میخوام دست چپت بیاد روی زانوی پای راستت، به عقب هدایت کنی. 5 4 3 2 1. سمت دیگه. 5 4 3 2 1. عالیه. حالا ازت میخوام دست چپت روی متت قرار بگیره، دست راستت از روی سرت رد بشه، پهلوها کشش احساس میکنی، آرنجت نشکسته، صاف. 5 4 3 2 1. سمت دیگه نگهدار. 5 4 3 2 1. عالیه. حالا ازت میخوام دستات رو به هم دیگه قلاب کنی، بالا بکشی و نگهداری. اگر نمیتونی قلاب بکنی، نمیرسه به خاطر انعطاف پایین، همین عادی بده بالا و نگهدار. 5 4 3 2 1. عالیه. حالا ازت میخوام از دست چپ یا دست راستت فرق نمیکنه، کمک بگیری دست مخالف رو به سمت قفسه سینه‌ات بکشی. 5 4 3
2 1. سمت دیگه 5 4 3 2 1. عالیه. دوباره قلاب کن، بده بالا، نگه دار. 5 4 3 2 1. عالیه. با یه بازدم تو موقعیت اولت برگرد. حالا ازت میخوام که من زاویه رو عوض میکنم که شما خوب به من دید داشته باشید. ازت میخوام که تو موقعیت 4 دست و پا قرار بگیری. تو موقعیت 4 دست و پا قرار بگیرید. نگاهت بین دوتا دستات هستش به همین شکل. تو موقعیت 4 دست و پا قرار بگیر و ما با هم می‌خوایم کتکا رو بریم که باهاش کمرمون رو، بدنمون رو، کل بدنمون رو یکم گرم بکنیم به شکل اکتیو. خب دم میگیری، کمرت گود میشه، نگاهت میاد رو بازدم، پشتت کامل، کمرت گود میشه. وقتی میاد بالا کمرت پشتت کامل یه حالت گنبدی شکل پیدا میکنه و گرد میشه. دم، بازدم، پشتت گرد میشه. بریم با هم دیگه 5 تکرار. 5 4 3 2 1. عالیه. حالا تو موقعیت گنبدی شکل بمون و خودت رو به سمت عقب بکش. دست چپ جلو، دست راست جلو، باسنت رو بده عقب و جوری نباشه که باسنت به زمین بچسبه. 5 4 3 2 1. عالیه. برگرد تو موقعیت اول، موقعیت 4 دست و پا. ازت میخوام قفسه سینت رو باز بکنی، دستت رو بیاری بالا و به همین شکل بیاری از زیر دست راست دست مخالفت پایین و بمونی. 5 4 3 2 1. سمت دیگه قفسه سینه باز میشه، دستت میاد بالا. 5 و آروم بیار پایین، نگه دار. 5 4 3 2 1. خوبه. حالا دوباره تو موقعیت اول بمون. 5 4 3 2 1. عالیه. حالا آروم بیا تو موقعیت 4 دست و پا قرار بگیر. به همین شکل تو همین موقعیت ازت میخوام که تو همین موقعیت که هستی کمرت گود نشده، شکمت منقبضه و گود نشده. ازت میخوام پای چپت رو آروم، زانوی پای چپت رو، لگنت رو باز بکنی کامل تا جایی که میتونی بیاریش بالا و نگه دار. 5 4 3 2 1. آروم برگرد تو موقعیت اولت. دوباره همون پا، زانو رو تا جایی که میتونی ببر بالا و لگنت رو باز بکن. 5 4 3 2 1. عالیه. سمت دیگه تا جایی که میتونی بکش بالا، باز بکن. 5 4 3 2 1. آروم برگرد تو موقعیت اول. دوباره آروم بیارش به سمت بالا. 5 4 3 2 1. خوبه. حالا تو همین موقعیت 4 دست و پا که قرار گرفتی، برو تو موقعیت 4 پوز بمون. 5 4 3 2 1. عالیه. آروم بیا تو موقعیت 4 دست و پا. دوباره ازت میخوام که یک لحظه صبر کنیم بچه، من نگاه بکنم که همه چی اوکی باشه، که وقت خدای نکرده ویدیو قطع نشده باشه که ما مجبور شیم دوباره ضبط انجام بدیم. بریم با هم دیگه تو همون موقعیت چالد پوز که هستی. ازت میخوام آروم بیای تو موقعیت 4 دست و پا و بیای تو موقعیت سگ سر به پایین. تو موقعیت سگ سر به پایین قرار بگیر. اگر نمیتونی بیا روی زانوها رو خم بکن، بیا روی انگشتای پات. اما اگر انعطاف خوبی داری ازت میخوام که پاشنه رو کامل به متت بچسبونی و نگه داری. 5 4 3 2 1. دنبالچه رو به سمت بالا بکش و نگه دار. 5 4 3
2 1. لطفا خودت رو و بدنت رو قضاوت نکن. اگر نمیتونی مثل من انجام بدی کاملا طبیعیه. به مرور زمان با استمرار توی تمرینات اوکی میشه. فقط ازت میخوام که اگر نمیتونی فشار بیش از حد نیار، بیا روی انگشتای پا زانوهات رو خم کن و نگه دار. اما اگه میتونی صاف بکن و پاشنه را بچسبون. 5 4 3 2 1. حالا ازت میخوام شروع کنی گام برداری، پنجه پاشنه. 5 4 3 2 1. عالیه. و آروم خودت رو، پای چپت رو بیاری جلو، تو موقعیت لولانج قرار بگیر. تو موقعیت لولانج قرار بگیر. پای چپ من 90 درجه است. نگه دار. اگر زیر زانوت درد میکنه یه پتو یا یه چیزی که فشار رو بگیره بذار، یه روسری یا یه پتو، یه چیز نرم. زاویه 90 درجه است. فشار روی زانو نیستش. دستات رو به سمت بالا بکش و قفسه سینه رو باز بکن و نگه دار. 5 4 3 2 1. عالیه. حالا همینا برو تو موقعیت پرنده. تو موقعیت پیجن پای مخالف جمع میشه، پای پشتی صافه. ببین صافه، لگن نچرخیده. ولی اگر فکر میکنی نمیتونی پات رو صاف بکنی، اینطوری هم میتونی انجامش بدی. یه زاویه میگیری، یه حالت مثلثی شکل میشه و بمون. 5 اگر نمیتونی، اما اگر میتونی صافش بکن. 5 4 3 2 1. عالیه. به شکل اکتیو با هم دیگه انجام بدیم. 5 خودت رو به متن نزدیک کن، میکشی بالا. 5 4 3 2 و 1. عالیه. حالا ازت میخوام آروم دوباره بری تو موقعیت سگ سر به پایین و بمونی. 5 4 3 2 1. الان پای راست جلوه، پای چپ عقبه، زاویه 90 درجه داره پات. به این شکل گفتم اگر زانو درد میگیره وقتی روی متن گذاشتی، ازت میخوام که یک چیزی که فشار رو بگیره مثل پتو زیر زانوت بذاری. دستت رو به سمت پا بالا بکش، قفسه سینه باز میشه. نگه دار. 5 4 3 2 1. عالیه. حالا ازت میخوام بری تو موقعیت پرنده یا همون پیجن پوز. 4 سر رونت روی متته. ببین روی متته. 5 پاشنه کشیده. نگه دار. 5 4 3 2 1. عالیه. حالا به شکل اکتیو با هم انجام بدیم. 5 4 3 2 و 1. عالیه. حالا ازت میخوام بیای رو موقعیت دوباره داونورد داگ. 5 4 3 2 1. پای چپ رو بیار جلو، پای راست رو بیار جلو و بیا تو موقعیت صندلی قرار بگیر. 5 4 3 2 1. و همونو برو تو موقعیت مالاسانا. این تمرینات به شدت به سلامت بدنتون، به بالا رفتن انرژیتون، مثلا همین تمریناتی که ما روی فضای لگن فوکس داریم برای سلامت رحم تخمدانتون کمک میکنه. بمون. قفسه سینه باز. 5 4 3 2 1. الان یه ذره می‌خوایم عضلات میلیون دلاریمون رو تمرین بدیم که میشه عضلات کف لگن که اگر مراقبشون نباشیم در آینده دچار بی اختیاری ادرار و 1001 مشکل مثل افتادگی رحمون اینا میشیم. 5 4 3 2 1. خوبه. حالا ازت میخوام رو باسنت بشینیم، کف پاهات رو به هم بچسبونی، بیایی تو موقعیت بادرفلای. دقت بکن که میای تو موقعیت بادرفلای
ممکنه که انقدر بتونی زانوهات نچسبه مثل من به متت کامل باز نشه. این به خاطر انعطاف کم فضای لگن میاد. اتفاقا انعطاف پایین فضای لگن، کف فضای لگن باعث میشه که شما دچار کمردرد بشید. به مرور زمان درمانش خب به دیسک منجر میشه دیگه. خیلی حواستون به این موضوع باشه. بریم با هم دیگه به شکل اکتیو. 5. وقتی زانو میاد بالا دم میگیری، وقتی زانو میره پایین باز دم. 5 4 3 2 و 1. عالیه. حالا تا جایی که میتونی ببین قربونت برم، اگر نمیچسبه زانوت به زمین اوکیه. بدنت رو سرزنش نکن که چرا نمیتونی. تا جایی که میتونی نگهدار و بگیر و نگهدار تو همین موقعیت. 5 4 3 2 1. الان خودتو تا جایی که میتونی به زمین و متت نزدیک کن. با سر دست پشت بلند نشه. 5 4 3 2 1. عالیه. آروم بیا بالا. حالا ازت میخوام که تو همین موقعیت که هستی زانوهات رو داخل شکم جمع کنی و نگه داری. 5 4 3 2 1. زانوی سمت راست داخل شکم جمع میمونه، زانوی سمت چپ رو باز میکنی. نگه دار. 5 4 3 2 1. پشت پاشنه پات رو بگیر، بیار بالا به شکل اکتیو. ببین اگر تا اینجا میتونی اوکی، اگه تا اینجا میتونی، اگه زانو صاف میشه اوکی. خب و خودت رو قضاوت نکن. تا جایی که میتونی، نمیخوام فشار بیش از حد بیاری و تا جایی که میتونی سعی کن پشت پات رو بگیری و صاف بکنی. اگر نمیتونی تا اینجا بگیر، ببین اینجوری بگیر و نگه. حتی اگه اونجا هم نمیرسه اینجا رو نگه دار. فقط سعی کن خودت رو به اون دامنه حرکتی نزدیک بکنی. با دستات وسط پات رو، یعنی نه پنجره گرفتی نه پاشنه، وسط رو بگیر و بکش بالا به شکل اکتیو. همسترینگ استرچ بهش میگن، کشش همسترینگ. 5 4 3 2 1. عالیه. آروم دوباره زانو داخل شکم جمع باز بکن. سمت دیگه زانوی سمت چپ داخل شکم جمع و شروع بکن به شکل اکتیو. همسترینگ استرچ رو با هم بریم. 5 4 3 2 1. عالیه. حالا آروم زانو رو داخل شکم جمع کن. پای مخالف دوتا زانوها داخل شکم جمع نگه دار. 5 4 3 2 1. عالیه. حالا ازت میخوام که تو موقعیت 4 زانو قرار بگیری. خیلی ازت ممنونم. این تمرینات شاید کوتاه و ساده به نظر بیاد، ولی به مرور زمان مجزاش رو روی سلامت جسمتون، سلامت روحتون میبینید. فقط به بدنتون اعتماد کنید، به هوشمندی بدنتون اعتماد بکنید. کمالگرایی نکنید که من حتما باید ساعت‌ها ورزش بکنم، عرق سنگین بریزم تا تغییر بکنم. نه، تو با روز 10 دقیقه 20 دقیقه تمرین منظم میتونی بهترین نتیجه رو بگیری. ازت میخوام که دم بگیری عمیق، بازدم طولانی، چشمات رو ببند. ازت میخوام که بدنت رو و خودت رو به آغوش بکشی. میخوام به خودت یادآوری کنی که چقدر ارزشمندی. میخوام به خودت یادآوری بکنی که بدن تو خونه ابدی توه. قراره همیشه تو روزای خوب، تو روزای سخت کنارت باشه و تنها چیزیه که تو رو هیچ وقت تنها نمیذاره و بدون منت کنارته. قلبت بدون منت واسط داره میتپه. ششات بدون منت دارن واسط کار میکنن و تو تنها کاری، کوچکترین کاری که میتونی واسه این خدمتی که بهت میکنن بکنی اینه که واسه سلامتیشون وقت بذاری، بدنت رو حرکت بدی. همین که خودت رو به آغوش کشیدی، میخوام سپاسگزار باشی بابت بدنت. میخوام حرفای من توی ذهن طنین انداز بشه. سپاسگزارم برای قلبم که من رو میتپه. سپاسگزارم به همین شکل.
با هم تکرار کنیم. سپاسگزارم برای قلبم که درون من میتپه. سپاسگزارم. سپاسگزارم برای سلامتیم. سپاسگزارم. سپاسگزارم از جانم که در خدمت منه. سپاسگزارم. سپاسگزارم بابت وجودم، برای بدنم، برای بودنم. سپاسگزارم. 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 امیدوارم که تمرین خوبی بوده باشه واسهتون. هر تایم که راحت بودین، عشقتون کشید، میتونید با این تمرین کنید. روز باشه، روز فوق‌العاده‌ای رو میسازید. شب باشه، آماده یک خواب خوب میشید. اصلا محدودیتی نداره. هر تایمی که ظهر باشه، هر تایمی که دلتون خواست، میتونید این تمرینات رو انجام بدین و خودتون رو به یک کش و قوس درست حسابی مهمون بکنید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. خدافظ.